به نام خداوند مهربان و با عرض سلام، رؤوف کریمی هستم، وکیل و یا مشاور حقوقی ایمیگریشن یا Regulated Canadian Immigration Consultant از کانادا. خواستم برای اولین بار لایف بیایم تا معلومات بیشتر در رابطه با پروگرام‌های ویژه ایمیگریشن که برای افغانا از طرف دولت کانادا اختصاص داده شده برای شما معلومات بدم. در قدم اول تشکری میکنم از ECTV یا Afghan Canadian TV از شهر مونتریال که از ما دعوت به عمل آوردن تا بتانیم بیایم اینجا و برنامه را برای شما تهیه کنیم. در این برنامه اولا خود به شکل مختصر معرفی میکنم تا بفهمین معلومات را که ارائه میکنم چقدر قابل اعتبار است و بعد از این میایم به عمده‌ترین سوالی که همه افغانای ما در سراسر دنیا سوال دارن و میخواین معلومات به دست بیارن که چگونه میتونیم کانادا بیاییم و چی شرایط است تا بتونن اونا کانادا بیاین. سوالی است که از ما و از همه دوستای ما که در اینجا هستیم در کانادا پرسان شده و همه افغانای ما میخواین معلومات به دست بیارن. دیگه ما هم خواستیم تا از این طریق برای شما معلومات درست و دقیق را ارائه کنیم تا شما بتانین راه‌هایشان، راه‌های آمدن به کانادا و شرایطشان بفهمین. دیگه شروع میکنم به معرفی خود. ما از مکتب لیسه ارمانی فارغ شده ایم و در سال 2007 باز 2003 البته شامل پانتون حقوق و علوم سیاسی کابل شده و در سال 2007 فارغ شدیم و بعد از این بنابر شوق و ذوق علاقه که در بخش حقوق و علوم سیاسی داشتم و میخواستم که سیستم حقوقی و قانونی را از داخل مطالعه کنم، خواستم بخش استاج قضای افغانستان مطالعه کنم و شامل شدم و در سال 2009 از اونجا موفقانه فارغ شدم و بعد از این من حیث قاضی در یکی از محاکم ابتدایی کابل معرفی شدم و بیشتر از 1 سال ایفای وظیفه کردم اونجا. اما در این جریان بنابر شوق و ذوق علاقه که بیشتره که برای تحصیلات عالی داشتم، همیشه در صدد بودم تا تحصیلات عالی خود در یکی از کشورهای خارجی به دست بیارم. تا 3 سال کوشش کردم، بالاخره تانستم که یکی از بورس و یا اسکالرشیپ های امریکا را به دست بیارم. در سال 2010 رفتم امریکا و از باستون یونیورسیتی اولین ماستری خود را در بخش حقوق به دست آوردم و در سال 2012 فارغ شدم و بعد از او آمدم کانادا. یک مدت زمان را گرفت تا اسناد اقامه دائمی و ایمیگریشن را به دست بیارم و در این جریان باز هم خواستم که به تحصیل خود ادامه بدم. ماستری دوم خود از پانتون مگیل یونیورسیتی که یکی از پانتون‌های مشهور کانادا است در بخش حقوق به دست آوردم و در سال 2016 فارغ شدم و در این جریان چون علاقه بیشتر در بخش ایمیگریشن پیدا کردم و چون هم سرگذشت خودم بود و هم دیدم که اینجا افغانای ما به بخش ایمیگریشن زیادتر ضرورت دارن، دیگه خواستم که تخصص خودم در بخش ایمیگریشن بگیرم. بنان بعد از فراغت یک دیپلمه ایمیگریشن کنسلتنسی پروگرام که مختص برای قوانین ایمیگریشن کانادا بود او را مطالعه کردم و دیپلمش به دست آوردم و در سال 2017 فارغ شدم و در این جریان به فعالیت‌های خود هم در بخش ایمیگریشن ادامه دادم. زیادتر افغانای خود تا که میتونستم من حیث والنتیرم رایشان کمک کردم تا در پروسه ایمیگریشنشان و در اپلیکیشن فرمایشان. سال 2019 خواستم که من حیث وکیل مستقل وظایف خود پیش ببرم، به نام لایسنس ایمیگریشن به دست آوردم و به کار خود به شکل مستقلانه ادامه دادم و فرم خود به نام سفاری ایمیگریشن تشکیل دادم و از اون زمان تا فعلا هم کارهای ایمیگریشن پیش میبرم و کارهای ایمیگریشن از زیادتر فوکس ما یا توجه ما به بخش رفیجیز است، چی از طریق چی رفیجی سپانسرشپ باشه و چی هم گروپ یا پرایوت سپانسرشپ باشن و در این بخش فامیلی سپانسرشپ، ویزیت یا ویزیتور ویزا
ویزه کاری و بخش سرمایه گذاری هم فعالیت انجام میدیم. دیگه تمام این معلومات ای است که مسلکم یعنی حقوق بوده از بطن نمی اجتماع ما افغانا به اینجا رسیدیم و معلومات و تخصصی که به اصطلاح دارم میخوام که معلومات دقیق را برای شما ارائه کنم تا شما بهتر بتانین واجد شرایط خود بسازین و بتانین از این برنامه‌ای که ویژه که کانادا دارن استفاده کنین و بتانین بیان کانادا. نگاه میان در بخش سوال عمده که همه شما و همه افغانای ما دارند، در بخشی که چگونه ما میتونیم کانادا بیایم و به خصوص این برنامه ویژه که کانادا اعلان کرد که در ابتدا گفتن 20,000 افغانا را قبول میکنن و بعدا یک چند روز پیش اینا گفتن که 40,000 مهاجر افغانا را یا 40,000 افغان ما قبول میکنیم. این برنامه را به شکل مختصر براتون بیان میکنم با تمام شرایطشان که و پروسیجرشان. بعد از اینکه متاسفانه دولت افغانستان سقوط میکنه، تمام کشورها، اکثر کشورهایی که در افغانستان شامل بودن و علاقمندی داشتن، اونا برنامه‌های مختلف خود اعلان کردن تا افغانایی که زندگیشان در خطر هستند و واجد شرایط باشند اونا را بتانن به کشور مطبوعشان ببرن. از جمله کانادا هم خوشبختانه اعلان کرد که 20,000 افغان ما قبول میکنیم. دیگه این برنامه مختصشان شامل دو گروپ عمده افغانا میشه. گروپ اولش کسای یا افغانایی هستند که همراه کانادایا کار کرده بودن و به نحو از آنها مستقیما همراه کانادا به اصطلاح در ارتباط بودن یا کار کرده بودن. از این جمله کسایی بودن که مثلا ترجمان بودن، همراه قوای نظامی کانادایا که در افغانستان بودن اونجا کار کرده بودن و کسایی بودن که در سفارت کانادا در افغانستان کار کرده بودن و یا هم قراردادیایی که مستقیما همراه کانادا قرارداد داشتن. این مردمان شامل می شدن. کانادا برای یک تعداد از این مردمی که در دیتابیس خود کانادا شامل بود، از جمله دیتابیس گلوبال افیرز یا وزارت خارجه کانادا و هم در دیتابیس مینیستری آف دیفنس یا وزارت دفاع کانادا شامل بودند. همراه یک تعداد از این مردمان مستقیما تماس گرفتند یا از طریق تلفنی و یا از طریق ایمیل و ازشان دعوت کردن که اگر علاقمندی دارن میتونن خودشان و همراه خانوادهشان بیاین کانادا. دیگه بعد از اینکه تماس گرفتن کسایی که علاقمندی نشان داد، برای از اونا در مرحله دوم فرمای ایمیگریشن برشان روان کردن و در ابتدا 72 ساعت برشان وقت دادن که باید در ظرف 72 ساعت این فرما را خانه پوری کنن. 72 ساعت هم به خاطر بود که در اون زمان چون امرجنسی بود، گریختن بود و مردم وقت نداشتن و همه تانان معلومات داشتن کلگی طرف میدان هوایی کابل می رفتن و کوشش میکردن که خود به نحو از آنها و طیاره برابر کنن و از اونجا براین و فرار کنن. دیگه 72 ساعت باز مشکلات خودم داشت چون یک تعداد مردم نمیتونستن، افغانای ما نمیتونستن که فرما را کلش دمی 72 ساعت خانه پوری کنن. بعضی هایشان لسان نمیفهمیدن، بعضی هایشان کامپیوتر و دسترسی به کامپیوتر گپا نداشتن یا کسی نبود که همراهشان کمک کنه. باز پسان کانادا گفتن که امی 72 ساعت ددلاین یعنی بسیار جدی نیست، میشه که اگر زودتر زیادتر وقتم بگیرم مشکل نیست. یک تعداد مردمی که به اصطلاح کانادا تماس گرفتن اونا اپلیکیشن خود سابمیت کردن و آهسته آهسته از اونا زودتر پروسس شد اپلیکیشن هایشان و برایشان ویزا داده شد. و در اون زمان چون بخش ایواکویشن بود که از افغانستان به شکل امرجنسی تا 3 آگوست میدان هوایی در اختیار امریکایا و کانادایا و کشورهای دیگه بود. دیگه یک تعداد از اینا را کانادا کشید. از اون جمله تقریبا 3600 اپلیکانت یا کسایی که درخواست کننده بود، 3600 از اینا را با خانوادهشان کشیدن آوردن طرف کانادا. دیگه خوبی او برنامه ای بود و ای است
که در این برنامه میتونین که اعضای خانواده نزدیکتان یا immediate family members که در برگیرنده خانم و اولاد و شوهر میشن، اینا را هم میتونستین بیارین و هم extended family members یا de facto dependents هم میگفتن، یا کسایی که به اصطلاح به نحو از آنها دپندنت شما بودن، یا ایست که به اصطلاح به تنهایی زندگی خود پیش بردن نمیتونستن، یا از خاطر اقتصادی مسائل پولی و گپا، و یا هم مریضی که مثلا می داشتن. در کانتکست ما شما افغانا مثلا پدر و مادر عموما که اونا سال خورده میشن اونا دپندنت میشن، و یا هم شیره مجرد که عموما دپندنت فامیل به اصطلاح میتونن دی فکت دپندنت حساب شان. ولی در عمل که دیدیم یعنی کسایی که کانادا از اون طریق آمدن حتی تونستن که همراهشان یعنی کاکا و ماما و خاله و عمه و زیادتر مردم بکشن. در اون زمان چون ایمرجنسی بود زیاد ایتو جدی هم کانادا نمی گرفت که می رابط یا definition فامیلی ممبرز کی است، کی شامل میشه کی نمیشه. کشیده تانستن یک تعداد مردم اجازه دادن که بیاین. دیگه این برنامه هنوز هم جریان داره. هنوز هم کسایی که اسناد معتبر دارن که این امرای کانادایا کار کردن میتونن براشان درخواستی بده. یک تعداد کسایی که به اصطلاح خود در دیتابیس کانادایا شامل نبود، باز اونا میتونستن که خودشان درخواستی بتن. درخواستی در او زمان و فعلا هم از طریق ایمیل داده میشد. یک ایمیل آدرس کانادا داده بودن به نام canadaafghanistan@international.gc.ca که یعنی اگر کسایی که به اصطلاح در دیتابیس شان هم شامل نبودن میتونستن که براشان یک ایمیل کنن و اسناد معتبر که نشان بدن که این شخص امرای کانادایا کار کرده مستقیما میتونستن که واجد شرایط شود. این برنامه فعلا هم وجود داره ولی زیادتر متقاضیاشان یا درخواستی ها از قبل داده شده. کاتگوری دومی که کانادا مشخص کرد او کسایی بودن که بخش هیومانیتریان یا مردمایی که امرای کانادایا کار نکرده بودن مستقیما یا من حیث ترجمان یا سفارت یا قراردادی و او شرایط پورا نمیکردن، ولی کاتگوری مشخص دیگه بودن و زندگیشون در افغانستان در خطر بودن و ضرورت داشتن یا ضرورت دارن که از افغانستان برای. اینی جمله کسایی هستند که 20,000 در قدم اول گفتن و بعد از اون 40,000 ساختشانه. این مردم کانادا مشخص ساختن. تقریبا 5-6 کاتگوری هستند که از جمله مدافعین حقوق بشر، کسایی که در بخش حقوق بشر کار کردن، اونا زنای فعال جامعه افغانا و ژورنالیستا، خصوصا ژورنالیستایی که امرای کانادایا کار کرده بودن و اعضای فامیل ترجمانا، کسایی که در سال 2009 تا 2012 برآمدن کانادا آمدن اما یک تعداد اعضای فامیلشان در افغانستان ماندن. او مردما کسایی که بخش گروه LGBTQI یا کسایی که مشکل خنثی هستند، اونو مردما و در مجموع همین مردما میتونن که واجد شرایط شوند بیاین کانادا. ایناله کانادا در اینجا دفینیشن یا تعریف هر کدام از این گروه مشخص نکرده. نگفته که به اصطلاح فرض کنین ژورنالیست یعنی کی، یعنی هر آن کسی که فرض کن در کامرا ظاهر میشن و انترویو و گپا میکنن اونا، و یا کسایی که در بک‌گراند هم کار میکنن اونا هستن. کسایی که مشخص نکردن که کسایی که باید در چینل‌های رسمی یا تلویزیون‌های رسمی کار کردن اونا هستن، و یا هم مثلا کسایی که چینل فرض کنین چینل‌های یوتیوب و در بک‌گراند کار کردن، یا کسایی که چینل‌های خصوصی داشتن اونا هم کوالیفاید میشن. مشخص نکردن. یا هم فرض کنین که مدافعین حقوق بشر تعریف نکردن که مدافعین حقوق بشر کی ها هستند. بنان این دریچه را باز ماندن، تعریف باز ماندن تا بتانن زیادتر مردم واجد شرایط شود.
حداقل مشخص ساختن که نمی 5-6 کاتگوری مردم هستن، اینا میتونن بیاین. اگر کسی میخواد خود واجد شرایط یکی از این کاتگوری های مردم بسازن، ثبوت ادعا به دوش شما میشه. وقتی که اپلای میکنین شما باید اسناد معتبر ارائه کنین که بگوینین من فرض کو من ژورنالیست هستم، نظر به اینی اسنادا اینی دلایل. اگر به اصطلاح در کمره ظاهر شدین میتونین که لینک های مثلا چینلتان مثلا بفرستین. اسناد یا ثبوت ادعا به دوش شما هستن. یا اگر فرض کنین میگن که ما مثلا بخش حقوق زن یک فعال مدنی بودم، این حالت اینی بخش شما میتونین که باید اسناد ارائه کنین تا شما را از مردمای عادی مجزا بسازن و واجد شرایط شوین. تا فعلا کسایی که آمده تانستن کانادا یا هم آمده رئیستن، اینمی دو کاتگوری مردم هستند که یکیش هم از کسایی بودن که امروز کانادا کار کردن و کاتگوری دوم همی 5000 نفره را که امریکا کشیده در مملکت سیوم هستند و اونا میان ریلوکیشن میشن یا میان طرف کانادا. اینی مردم ها آمدن و آمده رئیستن. هنوز هم پوره نشده، هنوز هم یک تعداد از این مردم ها مانده، هنوز هم بعضی از ترجمان ها و کسایی که امروز کانادا کار کردن در افغانستان هستند و هنوز هم پروازها جریان داره. هر کدام از اونا زمانی که اپلیکیشنشان پروسس میشه کانادا برشان احوال میتن و به اصطلاح برنامه‌ای که از کدام پرواز بگیرن چی رقم بیاین کانادا کل معلومات برشان میدن. این مردم ها جریان دارن میاین. هر آن کسی که به اصطلاح خود دمی 5-6 کاتگوری مردم واجد شرایط میبینن و فرض کنن میگن بخش ژورنالیسم پیش بردن یا ژورنالیست هستن یا مدافعین حقوق بشر هستن، خود از خود دمی 5-6 کاتگوری مردم میبینن. اینا برای اینا سوال می است که ما چی رقم میتونیم اپلای کنیم یا چی رقم میتونیم درخواستی خود بتیم و چی رقم واجد شرایط خود بسازیم. برای از این مردم در قدم اول کانادا اعلان کردن که این مردم ها پروسیجر برشان قسمی است که اینا باید از افغانستان براین در کشور سوم برن، مثلا پاکستان، هند، ترکیه، تاجیکستان یا کشور دیگه، و باز از اونجا اینا به دفتر UNHCR و یا جای دیگه که یا پارتنرایی که امروز کانادا وجود به اصطلاح پارتنرشیپ داشتن از اون طریق باید ریفر شوند. این حال در او زمان رفتن افغانا بسیار سرحدا بسته بود، بدان رفتن افغانا مشکل بود، نه امکان نداشت که به کشورهای همسایه برن و اونجا درخواستی بتن. و در قدم دوم هم مشکلی بود که UNHCR هم در وبسایتشان گفتن که برنامه‌ای را که کشورهای مختلف اعلان کردن که افغانا را قبول میکنه، بر از اونا کدام برنامه مشخص را UNHCR ندارن، پروسس نمیکنه و مردم را ریفر نمیکنه به کشورهای مطبوع مثلا کانادا. دیگه با در نظر داشت این مشکلات اینجا هم اکثر وکیلا شکایت کردن و اینجا مدافعین بخش ایمیگریشن و اصطلاح امرای ایمیگریشن تماس گرفتن، شکایت کردن و گفتن که این مشکلات را وجود داره و افغانا برآمدن نمیتونن. دیگه فعلا قسمی که ما دیشو مطالعه کردم دیدم کانادا تغییرات را در برنامه خود آورده. حالا از این جمله 5-6 کاتگوری مردمی که هستن که در بخش ویزای بشر دوستانه میتونن شرایط پوره کنن، اگر در افغانستان هم باشه مشکل نیست، بنان ضرور نیست که از افغانستان شما بیرون باشین و بعد از او درخواستی بتین. از داخل افغانستان هم میشه. منتها درخواستی مستقیما داده نمیتونین. ایتو بعضی مثلا تبلیغات را ما در آنلاین و گپا میبینم که در او میگن که نه شما اپلیکیشن بتین یا PDF نوشته کنین و ما براتون اپلیکیشن روان میکنیم. او موضوع درست نیست. مستقیما این کاتگوری مردم درخواستی دادن نمیتونن
کسایی که درخواستی دادن میتونن از طریق ریفرال میشه. کی ریفر کنه میتونه؟ شما میتونید که مثلا به دفتر UNHCR تماس بگیرین و UNHCR کیس شما را ریفر کنه، یا هم کانادا نو دیشب که مطالعه کردم ناتو، هر آن کسی که امرای ناتو کار کرده بود اونا میتونن، ناتو میتونه که شما را ریفر کنه و بگوین که اینی آدم یا از جمله نمی 5-6 کاتگوری مردم هستن و زندگیشان در خطر است، بنابراین علاقمندی دارن بیان کانادا. بخش دیگه شما مثلا قرارداد که امریکایی دارن، امریکا میتونه ریفر کنه که قبلا هم ذکر کردم که حالا کسایی که میاین کانادا اکثرشان کسایی هستن که امریکا ریفر کنه 5000 نفر هستن. و دو سازمان دیگه هم کانادا مشخص ساخته، Frontline Defenders و یکی دیگهش هم نامش فعلا دقیق یادم نیست. این مردم ها هم کسایی هستن که در بخش حقوق بشر و حقوق زن فعالیت های جهانی دارن، جای معتبر هستن، اینا میتونن ریفر کنن. اینا جزئیات داده نشده که این مردم ها چی رقم ریفر میکنه، امرای این سازمان ها تماس گرفته شوند و این سازمان ها و اصطلاح چی پروسیجر دارن تا فعلا خود جزئیات دقیق معلوم نیست. معلومات را که فعلا براتون دادم تا یعنی تاریخ امروز که یعنی ویدیو ثبت شده میره که یعنی تا فعلا درست است. بعد از این امکان میره که معلومات دیگه جدید هم به میان بیایه و به اصطلاح معلومات ها اپدیت شوند. دیگه کانادا هم فعلا مطالعه کرده رئیستان حالات و اوضاع افغانستان دیده رئیس و با در نظر داشته اونمو مشکلات و اوضاع و حالات پروگرام های خود مشخص کرده میرن و کوشش میکنن که سهولت بیشتر به بار بیاره تا مردم بتونن بیاین طرف کانادا. یک تعداد مردمی که به اصطلاح تا اندازه که امرایم تماس گرفتن، اکثرشان که میبینم ایمیل روان کردن یا با ایمیل مشخصه که برای کسایی که کار میکردن امرای کانادا یا با او ایمیل روان میکردن یا با ایمیل دیگه که IRCC Situation Afghanistan بود برای از اونا ایمیل روان کردن. برای از اینا میخوایم بگویم که قبل از اینکه ایمیل روان کنین خود کوشش کنین که در امی چند کاتگوری مردمی که به اصطلاح است در او خود برابر بسازین، خود واجد شرایط بسازین یا اگر هستین اسناد و مدارک قوی را ارائه کنین. و در قدم دوم برشان میگم که ایمیل ها اگر واجد شرایط نباشین فایده نمیکنه. میرن در سیستم ایمیل البته میرسه و اینا میبینن که واجد شرایط نیست، براتون جواب نمیده، میمانن. جواب تا فعلا فقط کسایی گرفتن که واجد شرایط بودن، امروز کانادا به اصطلاح تماس گرفتن و براشان ویزهشان دادن و پروسیجرشان پیش برد. بنابراین شما که یا ایمیل روان کردین تا بال جواب براتون نامده، من مشورم براتونی است که دفعه دوم و سوم دوباره اپلیکیشن روان نکنید. اونم یک اپلیکیشن است، بسیار ایمیل ها برای چیز رفتن، برای کانادا آمدن بسیار زیاد، هر کس ایمیل کرده رفتن، بنان و زمان میگیره تا فیلتر شوه ایمیل ها و دیده شوه که کی واجد شرایط است و کی واجد شرایط نیست. دیگه یک صبر داشته باشین. و دوم کسایی که به اصطلاح در کانادا دوست و خویش و قوم و گپا دارن، بر از مشوره می است که میتونن که کسایی که در کانادا هستن دوست و خویش و قومشان از طریق لوکال ایمپیایشان تماس بگیرن و ببینن که تا فالو اپ کنن بر اپلیکیشنشان، یا نتیجه مثبت یا نتیجه منفی خود البته بگیرن. گپ دیگه هم که میخوایم براتون بگویم که اگر در جمع می 5-6 کاتگوری مردمی که مشخص کردن کوشش کنین که خود به چیز از طریق نمی چند مرجعی که ذکر کردم از جمله UNHCR از این طریق کیس شما ریفر شود. ایناله ریفرال از کدام کشور؟ سوال اکثرا از ما میشه که کدام کشور باید بریم تا به اصطلاح کیس ما خوبتر شود و ریفر شود.
اکثر کشورها مشوره برتانی است که اول معلومات کنن که کیها رفیجی استاتس داکیومنت میته و زودتر میته. ایران از جمله جایی است که بر افغان‌ها مشوره نمیتم که اونجا برن. چرا؟ به خاطر که رابط دیپلماتیک کانادا و آمریکا همراه ایران خوب نیست. بنان از اونجا پروسیجر وقت زیاد را خواهد گرفتن. بنان بجز از ایران هر آن کشور دیگه که رفته میتونین برین. هر کشور می پروسس کردن اپلیکیشن یا درخواستی رفیجی را پروسیجرشان متفاوت است. در بعض کشورها UNHCR امی مسئولیت به عهده دارند. زمانی که میرن درخواستی میتونین به رفیجی یا میگن پناهندگی و اونا پروسیجر خود UNHCR پیش میبره و برای شما بعد از اینکه اینترویو میشین و امرایتان به اصطلاح مصاحبه صورت میگیرن و قناعت UNHCR برآورده میشه که واقعا زندگی در خطر است، اسناد معتبر داری، برای رفیجی استاتس داکیومنت میدن که اینی رفیجی استاتس داکیومنت شما را کوالیفای میسازه هم به برنامه کانادا که از طریق دولت بیاین و یا هم از طریق پرایوت سپانسرشپ یا هم به شکل خصوصی بیاین. قبل از این براتون UNHCR فقط نمو یک اسناد را میتن که رفیجی اپلیکنت میشن، یعنی درخواست کننده پناهندگی. اونو اسناد شما را به پروگرام ایمیگریشن کانادا که از طریق دولت کانادا پیش میره شما را واجد شرایط میسازه. اما اگر از طریق پرایوت سپانسرشپ یا میخواین که از طریق مثلا گروپ 5 نفری بخواین سپانسر شوین، و اسناد شما را کوالیفای نمیسازه. بنان شما باید رفیجی استاتس داکیومنت داشته باشین، یا به این معنا که بعد از اینکه امرایتان اینترویو میشه و کیستان مورد قبولیشان قرار میگیره، اونو اسناد را که برات میده، اونو اسناد میتونه که شما را کوالیفای بسازه یا واجد شرایط بسازه تا از طریق برنامه خصوصی سپانسر شوین و بیاین کانادا. مثال براتون میتم تاجیکستان. در تاجیکستان دفتر UNHCR پروسیجر ایمیگریشن اپلیکیشن پیش نمیبرند. فقط زمانی که شما میرین اونجا درخواستی میتین، اونا شما را ریفر میکنه یا براتون یک سند میته، میگن اینی دفتر مخصوص ایمیگریشن تاجیکستان است، اونجا برین، اونجا مراجعه کنین. فقط شما را ثبت نام میکنه ولی دیگه پروسیجرش یا طی مراحلش دولت خود تاجیکستان میکنه. این حال ترکیه هم تقریبا همون یک پروسیجر داره. خود UNHCR پیش نمیبره و نمو تا سال 2018 را UNHCR رفیجی استاتس داکیومنت میداد یا ایمیگریشن بخش رفیجی را پیش میبرد، اما بعد از 2018 دولت مطبوع ترکیه خودش مسئولیت به عهده گرفت. بنان وقتی که شما به اصطلاح به اینی بخش ایمیگریشنشان مراجعه میکنین، اونجا میگن که زندگی ما در خطر است، افغانستان رفته نمیتونیم و اینی دلایلشان. در قدم اول برای شما یک اسناد موقت میته که او اسناد شما را واجد یک سلسله حقوق و امتیازات میسازه، از هر کشور فرق میکنه. شما با داشتن و اسناد میتونین زندگی کنین در اون کشور و حق تحصیل داشته باشین و کار داشته باشین. منتها بعض کشورهایشان شرایطی است که مثلا در بعض شهرهای مشخص میتونین که زندگی کنین، در شهرهای عمومی و کلانشان شما را اجازه نمیدن. و این تا زمان جریان داره که باز وقتتان بیای امرایتان اینترویو دقیق کنن یا محاسبه کنن و بعد از او مصاحبه البته امرایتان کنن و بعد از او باز اگر قبول میشین براتون رفیجی استاتس داکیومنت بده، یا به این معنا که شما منیس مهاجر قبول میشین، درخواست کننده نه بلکه قبول شده، اونو اسناد براتون میده. این حاله کدام کشور میخواین براین، اول به نظر ما معلومات کنین که کدام کشور براتون اینمی رفیجی استاتس داکیومنت را میده، چون اینمی اسناد اگر میگیرین شما واجد شرایط ای میشین که یا هم از طریق دولت بیاین به مصارف خود دولت کانادا و هم اگر گروپ مشخص سپانسرها را دارین از طریق شخصی بیاین سپانسر شوین. هر دو را براتون باز میشه. بنا نزدیک که یک را باز باشه هر دو را بگیرین، چون
دولت هم تمام افغان ها را به اصطلاح به مصارف خود نمیارن، اما کپاسیتی خود داره. یک تعداد مردم هم میارن، یک تعداد دیگه شان نمیارن. بنان خوب است که از یک راه کده دو راه براتان واز باشه، از طریق هر دو راه بیاین. مشوره دیگه هم که براتان میتونم، کوشش کنین که اگر میبراین هم از ملک ببینین که سپانسر داشته باشین یا حداقل یک تیم داشته باشین که شما را حمایت کنه یا سپانسرشیپتون به عهده بگیره. 5 نفر سپانسر در تمام کانادا حداقل شما کار دارین، به جز از کیوبک از 2 الی 5 نفر کار داره. این سپانسرها دو مسئولیت عمده را به گردن میگیره یا به عهده میگیره. یکی مسئولیت مالی که دولت کانادا را مطمئن میسازن، میگن اینمی فامیل را که ما سپانسر میکنیم مسائل مالیشان به عهده ماست، تا 1 سال خرج مصارفشان ما میدیم. و موضوع دومش هم که می گروپ 5 نفری به عهده میگیرن ایست که میگن تا 1 سال را که اینمی فامیل ماجر را که ما میاریم امرایشان کمک میکنیم تا این مردم ها سر پای شوند. چون ماجر وقتی که کانادا میان هیچ چیز را بلد نیستن، چطور کار پیدا کنن، خانه چطور پیدا کنن، مثلا اشتکار چطور در مکتب شامل شود، تحصیل خود چطور ادامه بدن و غیره موضوعات. زیاد کمک کار دارن. بنان اینمی 5 نفر مسئولیت اینمی کمک کردن با اینمی کسایی را که سپانسر میکنن این مسئولیت با عهده میگیرن. دیگه جزئیات گروپ 5 نفری سپانسرشیپ باز میشه که در کدام برنامه دیگه براتون ارائه کنم، ولی فعلا اما قدر نظر داشته باشین، کوشش تان باشه که یک تیم سپانسر داشته باشین. دوم در کشور برین که نمی رفیجی استاتس داکیومنت فعلا بتا تا شما برای شما اردو دروازه واز شود. تا فعلا داشتن رفیجی استاتس داکیومنت حتمی است، یعنی بدون ازی شما را کسی سپانسر کردن نمیتونه، به جز از یک تعداد سازمان های راجستر شده که امرای امیگریشن کانادا راجستر هستند. مشکل او سازمان ها ای است که همهشان تا فعلا که میبینم جای ندارن یا سهمیه فعلا نداره که برشان زنگ میزنی یا تماس میگیری میگن که ما فعلا جای نداریم، سهمیه ما پوره شده، سال آینده بر ما تماس بگی. و مشکل دومش می است که این سازمان ها یک تعدادشان ویت لیست دارن. فعلا مثلا ببینین میگن که تا نامتان ما در لیست میگیریم، تا نوبتتان برسه 2 سال 1 سال یا 3 سال وقت میگیره تا نوبتت برسه در سازمان. بنان اونو کار مشکل است که از طریق سازمان سپانسر شوین، ولی سازمان باز هم برای 1 نفر حداقل سپانسر ضرورت دارین. و دوم اسپانسر باید مسائل پولی را به عهده بگیره و بعد سازمان تضمین بده که شما را بخواهد. دیگه وقتی که رفیجی استاتس داکیومنت داشته باشین با اینی باز ضرور نیست که از طریق می سازمان ها شما سپانسر شوین. فقط 5 نفره که واجد شرایط باشه اونا میتونن شما را سپانسر کنن. بنان زودتر میتونه کارتان پیش بره. چقدر زمان در بر میگیره از هر کشور فرق میکنه. فرض کنین تاجیکستان تا یک چند روز پیشه که من مثلا دیدم 18 ماه میگرفت. چند قبل در جریان کووید حتی گپش به 8 ماه رسیده بود. مثلا پاکستان گپش در 4 سال و 5 سال بود. ما هند مثلا گپش در 3 سال بود. تاجیکستان فعلا 18 ماه نشان میده، ولی مطمئن هستم که از 18 ماه هم که زیادتر میشه، به خصوص ساله که میبینیم که اکثر مردم در کوشش هستند که افغان ما که فرار کنن از افغانستان و براین و در کشورهای همسایه میرن. دیگه زمان خود میگیره، زمانگیر است. کانادا هم اعلان کرده که نمی 40,000 نفر را که ما میاریم این طور نیست که در ظرف 1 ماه و 2 ماه بیایه. این مردم ها را در طی 3 سال میاره. این تا فعلا نظر به معلوماتی که دارم تقریبا 9600 اپلیکیشن برشان اپلیکیشن قبول کردن و یک تعدادش 3700 نفر در زمان ایواکویشن کشید و 5000 شمون امریکا کشیده و تا کانادا بیان ریستل شوه. یک 14-15 دیگه هم شاید ویزا گرفته باشند، افغانستان هستند، ناجداج تا مبراین. بنان 10,000 رفت.
30,000 دیگهش که میمونه، 30,000 دیگهشان آهسته آهسته به مرور زمان در طی 3 سال میتونه کانادا بیاید. دیگه موضوعی که آیا کلگی واجد شرایط است؟ نه خیر نه، کلگی واجد شرایط نیست. کپاسیتیش یا مظرفیتی که کانادا گفتن قبول میکنیم 40,000 است. این حال 40,000 فکر کنین که 10,000ش این رفت، 5,000ش از طریق امریکا است و 5,000 دیگهش هم فرض کنین که ترجمانه و کسایی که امرای کانادا کار کردن، 30,000 دیگهش میمانه. و 30,000 اپلیکیشن این حال فکر کنین که چقدر افغانان از افغانستان میبرایه و درخواستی میتن بنان تقاضا زیاد است و اینجا کپاسیتی کانادا کمتر است. بنان مشوره ما برای شما این است که هر زمانی که اگر تقاضا یا اپلیکیشن هم میتین یا به یونیسیار میرین مراجعه میکنین یا و کیستان به اصطلاح میتین سبمیت میکنین، چی از طریق ایمیل باشه چی از طریق یونیسیار باشه، کوششتان دهی باشه که کیستان قوی باشه، منظم باشه و اسنادهای معتبر داشته باشین تا به اصطلاح از دیگرها که پیشتاز شوین. چون در انتهای گپش کیس همون کسی قبول میشه که قوی است و اسناد معتبر داره. این حال سوال از ما اکثرا شده که چی رقم کیس کانادا قبول میکنه، کدام کیس باشه. کیس اینطور مشخص نیست که کدام کیس باشه، منتها در جمع می 5-6 کاتگوری نفره را که قبلا بیان کردم کوشش کنین که در اینی جمله باشین. چی رقم کیس نظر به بک‌گراندتان است. کیس به اصطلاح براتون امی که میگن زندگیم در خطر است، امی چی رقم در خطر است، چرا در خطر است و چی اسناد داری که در خطر است، براتون اخطارنامه آمده، چرا آمد، چی کار هستی، بک‌گراند چی است. کلش مربوط به مو بک‌گراندت، مربوط به اسنادت میشه. به اصطلاح دیگه ایتو که بگم یک رقم کیس قبول میشه دیگه رقم نمیشه، نیوت وجود نداره. منتها در جمع 5-6 کاتگوری مردم خدا که اگر به اصطلاح برابر کده میتونین و واجد شرایطش هستین، خوبتر است که در 5-6 نفر برابر کنین. اگر برابر نمیشین، فرض کنین مدافعین حقوق بشر نیستین یا مثلا فرض کنین که خانمایی که در سطح رهبریت باشن نیستین یا ژورنالیست نیستین، کانادا مشخص نکده که بگوین که اگر در این جمله نباشین شما را کیسایتان قبول نمیکنم. قبلا هم مردمان کیسایی که داشتند شاید بدون از اینکه در جمع زمین 5-6 کاتگوری مردم ها باشند کیسایشان قبول میشد و کانادا نگفتن که اون مردم ها را ما بعد از این قبول نمی کنیم. بنابراین باز هم اگر زندگیتان در خطر است، فرض کنین در دولت هستین، عسکر هستین، این حال عسکر در اکثر از این کاتگوری ها برابر نمیشه، ولی باز هم میتونین که ادعا داشته باشین بگین که من عسکر هستم و یکی از دلیل عمده ما می بود که قانون تطبیق شوه و چی میگن حقوق بشر به شکل درستش تطبیق شوه و حقوق زن به شکل درستش تطبیق شوه. میتونین که دعوا داشته باشین، کانکت کنین کیستان یا وصل کنین کیستان و شما همون نظر به مو وظیفه‌تان میگن که زندگی ما در خطر است، ما میخوایم که یعنی فرار کردیم و این هم دلایل. من عسکر بودم، ما اونجا کار میکردم یا در امنیت بودم، مثلا طالبان ما را از بین میبرم یا هر آن دلیل دیگه که داشته باشین. بنان پوینت دیگه است که یا نقطه اساسی دیگه است که اگر این 5-6 کاتگوری برابر نمیشین به این معنا نیست که کیستان قبول نمیشه، او هم امکانش هست کیستان شاید قبول شوه به شرطی که اسناد معتبر و دلایل قوی داشته باشین. یک مشکل عمده دیگه که اکثر افغانای ما سر میخوره قبلا هم بیان کردم، همی داشتن ریفیوجی استاتس داکیومنت است یا اسنادی که بعد از اینکه همراه افغانای ما اینترویو میشه، چی از طریق یونیسیار باشه چی از طریق کشور مطبوع باشه، اینی ریفیوجی استاتس داکیومنت ندارن یا کشورها براشان نمیده. تا فعلا معلومات را که دارم هیچ کشور اینمی ریفیوجی استاتس داکیومنت تا فعلا نمیده.
اگرچه که به اصطلاح هند UNHCR هند اون اعلان کردن دوباره از سر پروسس کردن کیسای افغانا را شروع کردن و میگن که رفیجی استاتس داکیومنت هم میتیم. منتها کسایی که من همراهشان به تماس هستم کلاینت هم هستن تا هنوز تو چیز خبری برام ندادن. دیگه یک عمده کلانترین مشکل اینمی است افغانای ما مثلا این سپانسر دارند ولی اینمی رفیجی استاتس داکیومنت یا اسناد مهاجرت یا در حساب تاجیکستان اگر براتون بگویم کارت سرخ ایران ندارن، بنان اینا را سپانسراش نمیتونه که سپانسر کنن. دیگه این مشکل وجود داره. تا فعلا وکیلا و گروپ لابی داریم چه میگن لابی خودم میکنیم و دولت کانادا را بخصوصا امیگریشن در جریان ماندیم. امکان زیادش میره که نمی ریکوایرمنت نمی یا شرایط داشتن نمی کارت از بین بره. امکان داره تا فعلا چیزی نگفتن ولی شاید که نمی از بین ببرن و زمانی که انمی رفیجی استاتس داکیومنت ریکوایرمنتش از بین بره بنان هر کسی که اینجا سپانسر داشته باشه میتونه که سپانسرشیپش پیش ببره. این موضوع را کانادا و امیگریشن کانادا در زمانی که اعلان کردن که مهاجر سوریایی را قبول میکنن در اون زمان امی ریکوایرمنت از بین بردن تا تانستن که امو تعداد که کانادا میخواستن سوریه را بیارن آورده بتانن. و در قسمت افغانستان هم امکانش هست که اینمی شرایط از بین بره. نقطه دیگه را که میخوایم متوجه تان بسازم در این وقتها به اصطلاح معلومات های مختلف در سوشل میدیا و در آنلاین میبراین که مردم های مختلف به اصطلاح معلومات میتن که نه کانادا قبول میکنن و 40,000 نفر قبول میکنن یا کامنت بانین PDF نوشته کنین در کامنتتان ما براتون اپلیکیشن فرما یا را روان میکنیم. یا مردم های هستن افغانای هستن که میخواین از چی میگن معلومات برای شما ارائه کنن. دیگه چی رقم تفکیک کرده بتانن که کی سورس معتبر است کی سورس معتبر نیست. هر آن ویدیویی را که میبینین یا هر آن معلومات را که آنلاین میبینین اگر از دو مرجع باشه، یکی مثلا وکیل باشه، لایر باشه و یا هم مثلا ایمیگریشن کنسلتنت باشه یا RCIC مربوط IRCC میشه او باشن، این مردم های هستن که مسلکشان ایمیگریشن هستن و اینا معلومات درست و دقیق را ارائه میکنن و عموما اپدیت می باشن. افغانای دیگه ما هم یک تعدادشان هستن معلومات خوبتر ارائه میکنن نظر به ای که میگن یک کمک بر افغانای ما شوند تا حد را معلوماتشان درست هم خواد باشه ولی باز هم میگم زیاد ریلایبل سورس نیست. اگر میخواین که معلومات درست و دقیق هم داشته باشین نمو کلانترین مرجعش نمو وبسایت ایمیگریشن کانادا یا IRCC نمو را گوگل کنین اونجا مرجع درستش است که معلومات بیشتر را پیدا کنین. دیگه می کامنت نوشته کردن PDF و گپا فقط هدفشون اینمی است که همون چینل یوتیوبشون یا فیسبوک پیجشون چی میگن مشهور شوند کدام فایده ندارن وقت ضایع کردن است. دوستای عزیز یک موضوع دیگر رو میخوایم براتون اشاره کنم و اویی است که اسنادهای تان چی به اصطلاح تذکره و گپایتان باشه اسنادهای معتبر دیگه تان باشه ایره برای هر کس و هر جای روان نکنین. اول جایی را که روان میکنین ببینین مطمئن شوین که اینا کی هستن. آیا وکیل است؟ آیا ایمیگریشن کنسلتنت است؟ کدام مرجع معتبر است که اسنادتان روان کنین یا نه؟ او را مطمئن خود بسازین. بر ما هم مثلا اکثرا میبینم که بر ما قبل از اینکه حتی یک سلام علیکم کنن میبینم که کل اسنادهای خود برام روان میکنن. نه خیر، پروسیجر وکیلا قسمی نیست که اسنادهایتان بدون از اینکه به اصطلاح امرایتان اول یک مشورتی صورت بگیره و امرایتان اوکی کنن که کیستان میگیره اسنادهایتان وکیلا اینجا مرور نمیکنن. دیگه او را روان هم نکنین. میشه که به اصطلاح به جایی که شما مثلا این اسنادتان روان میکنین فرض کنین که
یک فیسبوک پیج را یا یک چی میگن یک لینک یوتیوب یا یک ایمیل را فرض کنین که خود دولت و طالبا جور کرده، چی میفهمی کنه مون کی است که اسناد برش روان میکنی؟ اول خودم مطمئن بساز، بعد از او توافق نفر به دست بیار کتش گپ بزن که اگر اوکی کرد خواست از پیشت بعد از اسناد برشان روان کن، قبل از او روان نکنین. این مثلا به می چینل فیلی مثلا افغان کانادین تی وی بر از هم اکثرا مردم مثلا اسناد گرفتن روان کنن بدون از اینکه بفهمن که اینمی چینل چی است، اینمی نفرش کی است، آیا کمک کردن میتونن یا نمیتونن. حداقل یک دفعه صحبت کنین کتشان و بعد از اگر اوکی کردن و خواستن باز بعد از اون میشه که برشان اسناد روان کنین. موضوع دیگه هم که میخوایم براتون اشاره کنم این است که شیوه کاری وکیلا در اینجا، اینا چی رقم کار پیش میبرن و چی پروسیجر دارن و چقدر صلاحیت دارن براتون تشریح کنم. وکیلا اینجا عموما سیستمشانی است که اگر همراهتان صحبت میکنن یک چند دقیقه همراهتان صحبت میکنن تا معلومات عمومی تان بگیره و بعد از او اکثرا از پیشتان وقت ملاقات یا بخش کنسلتنسی را همراهتان میمانند که در او زمان باز اسنادایتان هم همیشه مرور میکنه، سوالای را که دارن او را هم از پیشتان پرسان میکنن و بعد از این تمام راه ها را که چی رقم میتونین کانادا بیاین براتون تشریح میکنه. و اکثرا بعضی وکیلا شاید رایگان همی کار کنند، بعضی وکیلا نه کنسلتنسی فیس خود دارند یا فیس مشورتی خود دارند که او را پیش از پیش میخواین که به دست بیارن. بنان مو پروسیجرشون هموست که اول به اصطلاح فیس برشان میرن و بعد از او مثلا اسنادا و یایتان دیده باز امرایتان وقت ملاقات میمانند و مکمل مفصل براتان تمام موضوعات تشریح میکنه و بعد از اگر توافقتان میشه باز میشه که وکیل شما هایر کنین یا استخدام کنین و کارهای شما را به پیش ببره. اگر توافقتان نمیشه باز میشه که به اصطلاح کارهایتان پیش نبرین امرای از وکیل. و موضوع دیگه شما این است که وکیلا صلاحیتشان چی است؟ وکیلا مثل افغانستان کمیشن کار نیست یا به اصطلاح چی میگن قاچاقبر نیست که براتان ویزا به گارانتی بکشه. اینجا کشیدن ویزا را بجز از ایمیگریشن یا IRCC دیگه کسی ویزا داده نمیتونن. هیچ کسی هیچ تاثیر یا اینفلوئنس بالای ایمیگریشن ندارن. نهایت کارش که وکیل میکنه یا مشاور کنسلتنت یا میکنن وی است که کیستان و اسنادایتان دقیق و درست و قوی سبمیت کنن یا ارسال کنن تا به اصطلاح چانس قبولی تان و گرفتن ویزا بیشتر شود. منتها اینا نه کمیشن کار هستند و نه هم قاچاقبر هستند و هیچ کسی براتان گارانتی هم کرده نمیتونه که 100% ویزا براتان میکشه. اینجا مثل افغانستان کشیدن ویزا و گپا که مثلا ویزای پاکستان میخواین بکشین یا جای دیگه را باید کمیشن کار داشته باشین تا اونا براتان بکشه و یک مقدار پول میگیرن. گرفتن ویزای کانادا و اسنادای ایمیگریشن او رقم امکان نداره. فقط اون وکیل کمکتان میکنه تا کیس و اسنادایتان قوی باشه. تصمیمش به دست خود ایمیگریشن است که اپروو میکنه یا ریفیوز میکنه و هیچ کسی هم موجود نداره در کانادا و نمیتونه که در مقابل پول گزاف فرض کنین 30-40-50 هزار دلار شما آفر کنین و براتون ویزا بکشن. نه، او گپا ریاکاری است، کسی همی کار نمیتونه. بنان مطلع باشین. تشکر بیننده های محترم از تک تکتان که امی برنامه را دیدین و باز هم تشکری میکنم از افغان کانادین تی وی که امی زمینه را مساعد ساخت تا این معلومات برای شما ارائه کنم. خدا کنه که تمام معلومات براتان مفید بوده باشه و ازش چیز استفاده کرده بتانین و دعای ما همی است که هرچه تانستین برآمدین به خیر بیاین. بازم اگر در این چیز سوال و گپای داشتین میشه که سوالتان بگذارین در کامنت و باز ما کوشش میکنیم که براتان جواب ارائه کنیم.
اگر میخواستین که همراه ما به تماس شوین، میشه که به وبسایت ما www.safariimmigration.com و یا هم شماره واتساپ ما به تماس شوین، معلومات خود به کامنت براتون بگذاریم و شما از اون طریق میتونین با ما به تماس شوین. دیگه تشکر از همه تان، به خداوند پاک میسپارمتان. شاد و کامگار و موفق باشید.